بچه ها شما کار کنیم ما با شما خوندن بخونم. چی کنم از غم تو، چی کنم از غم تو، همیشه با چشم ترم، او به کودش بدش والا و در بدرم. لیلا 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 مجنون کردی تو ما را، آوارم جانا بیچارم جانا بیچارم جانا. چقدر ناز و ادب، چقدر جور و جفا، زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم، زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم. لیلا 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 مجنون کردی تو ما را، آوارم جانا بیچارم جانا بیچارم جانا. هرچی بهش فکر میکنم تو ده آدمو نمیخوری. بگرم خلیفه بگم کمی گله خیلی شیرینی میخوره. بچه چه کار کردی؟ لسکا شیرینی تیار کردی؟ بله یا بچه ها کار میکنم والده؟ نمی گله به ده آدمو نمیخوره، خیلی شیرینی میخوره. کارم کار میکنه میره خیلی میشه خوندن میکنه. گله میگه وقتی بیدی ضرری نکنه. خب تو گفتی که به خوردن خود نمیفهم. همین قوم شما میفهم به خوردن خود نمیفهم. یک دم میگه با ما یک کار تیار نکنه. یک دم ضرری نکنه بری از روز 5 کیلو شیرینی میخوره. حالا بلا برات شیرینی که بخوره که ای بزی 5 کیلو شیرینی نقص میکنه بسیار خیلی. چاقم کواستی آخه یک دم فشار پایین بالا میره با ما میگه در سر تیار میشه. ما چه مال به کجا هستی؟ صدا گیلا برو صدا کو که بیاره. بیا نمایه که خور مصرف کنی بیا. خاله کار کردی. بله خلیفه. ایلا چه کاره تو؟ چرا کار نمیکنی؟ اشته کار نمیکنم. اشته کار میکنی؟ گردنم من باشه کمر من باشه که شل شهید شدم. اشته به خوردن شل شهید شدی؟ نه. اشته کار میکنی که من برفتم تا بیام آدم میگم ایلک ها به چهار طرف خود جمع میکنه خوندن میکنه کار نمیکنه شیرینی میخوره. تو برو 4-5 کیلو شیرینی میخوری آخه چاق هم هست آخه با ما و تو نقص داره شیرینی آخه یک دم یک مشکل یک چیز. خلیفه گوشنه شم من گوشنه چی بخورم من؟ گوشنه شی شوروا با من میکنه من سر نمیشم. و بگو که بیشتر چی کنم که سیر شی آخه. دو تا خودی من میشینم کاسیم هم خورده سر نمیشم هر روز گوشنه هم. آخه تو کارم نمیکنه خونده اون روز دیگه بیام آده میبینیم اینجا خوابی برو گوچی ها شکر. خدا تعطیلی هم داده دیگه مونده بشه تعطیلیه. تعطیل که میشه موقعی شم تعطیل میشم به خونه خو میری خواب میشی. به سر کار تو خواب میشی 10 تا رقم از تو یاد میگیره. اینا خودی نه بابا میگم بیا اینجا بشیم بخور اگرم چون خوندن که چربیتی بخونم چون خوندن که من یک روز بخوندم یک خوندن بخوندم بگه نخوندم. ایلا که مینا هر کدومی 200 سال میشه اینجا کار میکنن تو حالی تا گفت می نگفتم. حاله که تو چند وقت میشه بیا میدی حال با اینا یاد گرفتن که به تو میگم بیا خوندن کو چرا به دیگه کس نمیگفتم. کار بکنه خلیفه. و ماما خب من بگفتم که گیلک به درد من نمیخوره. گفتم نه امیر ببرم اینجا دست به کار کن. برج 6-7 هزار روپیه اینجا معاش میگیری
کارم نمیکنی، کارگران هم تو کار بیکار میکنی. حالا کم برو به پایین که میرزا حساب تو بکنه. برو با کجا برم؟ برو به پایین که حساب تو بکنه. برو با خدا برم پیار پشت من. بعد گامین زامین پیار تو نیم اول به پیار تو بگفتم که ماما جو ای به هیچ جا به درد نمیخوره، ای به اینجا هم کار نمیکنه. نه آقا باشه خیلی من بد کردم. نه به درد نمیخوره. برو به درد ما دیگه تو اصلا نمیخوری. با خدا برم پیار من سلام بگم. اول حسابا خون من اصلا بیری کنه شب هم میترسم برو به کوچه خیلی ما به دیگه کار نمیفهم. برو برو بولا دارم. بولا نداری. برو برو دیگه گی لحچه سر میکنی. برو با خدا برو با تو بگو. بابا شوم گریه کنی فایده نداره. برو از اول فکر کنی. بچه برو این عباس برو رازی صدا کن که بیایه. خلیفه عباس میگن یه بیا. کی میگم؟ خلیفه میگن بیا عباس. آه خلیفه. عباس بله. این برو تو بیلدر چند دفعه میشه شکایت کردم از دستیلو که این دیگه شیرینی میخوره و چهار اکبر بیکار میکنه کار نمیکنه. من بازم به خاطر ماما و به خاطر توی چی نگفتم. حالا که من بیامدم میبینم خوبه باز هیچی نگفتم. باز حال شاگرد ما میگه که این به این دیگه خوندن میکنه و چهار اکبر بیکار میکنه. حالا که من روزی گفتم تو برو به خیلی که حساب تو بکنم برو به خیر بخونه کن. این دیگه به روز 5-6 کیلو شیرینی میخوره. حالا به قصدی شیرینی ها نیم یه از کارخونه چیزی کم نمیشه و خود از این نقص میکنه که شیرینی به وجود خیلی نقص داره. خیلی خونه میشه گیری کنیم. این دیگه به دردمون نمیخوره. تو اینجا هستی من به این کار کنم اینجا تو دیگه به دردمون نمیخوره. من اون روز اول به پیار تو گفتم که بیلک مرد کار نیه. خیلی بخیر این دفعه رو باشیم. نمیشه نه فایده خودی و گریه هم بگه و تماس خیلی که به درد نمیخوره. این کارگرها را کار بیکار میکنه. اینجا یک دم این شیرینی ها میخوره فشار بالا پایین میره. اینجا بابا به جنجال ماما خونفت کن. حالا تو هم برو به سر کار بابا به خونه رفتی به پیار خوب بکنی. برو به سر کار. کسایی که تو این با من هر جا کم رای میکنه پس بهم سرا میآیه. اشته کار خوبه کار تمیز یعنی این از این جمیر بدر کردن. زنگ بزنم. بایدن خوی بخیرین. شکر. نه انا یک 4-5 تا یا 10 تا میش خورمو که بستانین به جلو گله کنه که اون سرا چرخ ده اونا. چری چی دارن اون از شیرینی فروشی هم اینو بدر کردن. نه خلیفه میگه این روز 4-5 کیلو شیرینی میخوره. خیر شیرینی های کیچه میگه نقص داره میگه وزی. سعی کنین چی میگم؟ میگه وزی نقص داره با کردم میبینی یک جا خیبه یک جا دیگه اکسه خوندن میخوانه خیره با چه دیگه را کار میندازم. خوب من شما بیام گپ میزنم. خوب